هر جوری توالت میکنم چه یک روح میکنم ماشاءالله سر آورده سلام سلام خیلی خوش اومدید دور سرت بیان داشت خوش اومدید کفشا تو عدالت رو همون تو اینجا آقا شما داشت خوشم پایی خیلی خوش اومدید سلام قربون شما موز سلام سلام تمام خیلی خوش اومدید دورت یار خوش اومدید خسته نباشی گرمه نه افتضاح راحت پیدا کردی فدای توش خیلی خوش اومدی دورت یار عزیز من کوچیکت والا داشتم حساب کتاب میکردم آره پولا رو گذاشتم با رفته بودم طلا خریده بودم طلا خریدی؟ آره فدای توشم 450 تاست 450 گرم دیروز باز یه زدوبندی کردیم اگه بنده خدایی گرفتم جان؟ سر معامله برداشتم دیگه ماشینی داده بودیم و داداش قربونت برم ملکی گرفتیم و آره همینطوری فدات شم فایسه فدات شم قابلت هم نداره فدات شم قربونت کجا؟ آقا من چه عجب کارتم شارژ تلفنه؟ بله میاری من؟ آره اصلا اونجا بکشش مهدی کجاست؟ آمدی الان میاد آقا چه خبر؟ هیچ خوبی سلامتی؟ شاید با این زنگ آخر رو بگیریم انشالله با مردم خیلی منتظرم هر جا میریم به خدا هر چه زودتر انشالله بگین داداش سلام ببخش داداش سلام خوبی؟ نوکرتم ببخشید خب اونو که رفتی اوکی نبود؟ خب همونو میخوای بری دوباره یا نه؟ خب بذار یه زنگ بزنم بهش داداش فدات شم اوکی خداحافظ خیلی خوش اومدی نوکرتم بچه‌ها رفتن قم جدی؟ میگه یه جایی قلیون بکشیم بسته است مثل اینکه ها؟ آره همه جا بسته است چیه؟ بسته است چیه؟ خیلی خوشحال شدیم آقا خیلی خوش اومدی یالا بش نوکر چه خبر داداش لیوانو دیدی؟ کارو بگیر بابا آره میدونی کیه که؟ بله آقا معماری ماشاءالله آقا قربونت برم چیز طلا دفتر رو بیان فیلمنامه رو حالا اوکیش میکنم چیزا سریع بنویسیم بده بابا خسته شد بابا گرمم بود آره کولر ماشینم که خراب بود دیگه نگاه بنداز ببخش مرتضی ببخش آقا معماری اشتباهی داداش مهدی میاد؟ آره الان زنگ زد مثل اینکه تو راه چه خبره دیگه چکرتم آقا عشق منی عشق آره نوکرتم پیجی اوکی شده است داره؟ آره پیجم بابا اصلا به مشکل خورد الان فکرم خراب چیزه محمد ببخش مرتضی جان من الان تو آشپزخونه‌ام بهت گفتم این گردنمنو داش محمد گذاشت رو میز کو یه لحظه حالا چیز میکنه چی؟ در مورد فیلمنامه صحبت کنه چی رو چیز میکنه؟ صحبت میکنه آقا الان گردنبند کوشش الان رو میز بود به خدا همون که من نشون دادی؟ آره الان من نذاشتی رو میز شما روشن رو میز دیگه اما همزی نه زیر اون میداش موشه بره زیر خب بیفتم صدا میدونم من یه لحظه رفتم آقا ماریان اینجا نشسته بود من یه لحظه رفتم تو آشپزخونه
خب یه دقیقه چیز کن. یه دقیقه چیز کن. پاشو یه دقیقه داداش. اینجا؟ نه دیگه اون جعبشه. نه یه دقیقه. مسخره؟ نه به خدا. یه دقیقه پاشو مرتضی. کجا پاشو؟ یه دقیقه جیب تو ببینم. زشت نیست بابا، محمدم رفیقمونه. یه دقیقه جیب تو ببینم. نه برای من زشته خب. داداش برای تو زشته، من میگم سر معامله زد و بند کردم. بابا زشته آمه. یه دقیقه ببینم. بعد یه داداش دیگه 10 ماه 10 سال با هم رفیقی، 20 سال با هم رفیقی. خدا بعضی جیب کیو میخوای ببینی؟ یه حرفایی میزنه خدا سر شده آقا بریم برش. میگم بابا طلای 500 450 گرمی به فنا رد باشه یه دقیقه مرتضی. به امام حسین دست من. بابا قسم نخور، میگم یه دقیقه ببینم. بابا خیته داداش. داش من بابا چی خیته؟ بیا تو اتاق یه دقیقه شلوار تو در بیا. بابا آمه. الو مهدی. خب یه دقیقه داداش، یه دقیقه من طلامو مرتضی طلامو برداشت. یه دقیقه داش اومدم زشت اومده مهمون خونه منو. بذار اینو بگی. نمیدونم یه درد اینجا. یه دقیقه وایسا داش من شما زحمت نکش. بذار مرتضی طلای منو برداشت چیکار کرده؟ فکر کنم گردنش بود برد. آره داداش آره. یه دقیقه نه به من داد نشون داد گفت نگاه کن طلا خریدم. خداحافظ. بعد من گوشم رو میز. نه یه دقیقه داداش، یه دقیقه من میگم چی دست من. یه دقیقه بیا تو اتاق. داش من تو بشین دورت. یه دقیقه بیا تو اتاق. چه اینطوری کلی واسه در میاری تو؟ نه داداش یه دقیقه تو بیا. تو یه دقیقه بیا. ببینم داداش چی تو. بابا ول کن تو رو خدا عامه. بریز چی میتونی؟ الان چه فکری می‌کنی؟ میگم بریز تو میز. من میریزم رو میز ولی فردا دیگه نمیام اینجا. نه یا فردا اینجا بریز رو میز بابا. واسه من مغلطه واسه ادای مثلا بچه خوبا رو در نیار. بریز رو میز هر چی داری. بریز رو میز. با خیته آمه. باش من آقا جلو شما بعد این کارو کردم. من همون قد که خوبه همون قدم بعضی موقع من نمیدونم. یا خالی. کسی دیگه تو خونه نیست؟ نه الان شما دو تا دیگه. جن داره خونه من نمیدونم. خب چیزه. من خیالش راحت شد. یه جیب خودتو نگاه کن. داداش آقا دادم به خودت رفتم. من گذاشتم رو میز. الان نیست دیگه. همینجا هم نشستم. کسی بخواد برداره من میفهمم دیگه. کسی هم تو خونه نیستش که همین خودمون. دو سه بارم این حرکتا رو زده. بهش میگم آقا احتمال نری 4 تا دوری مدار بسه نصب کن اینجا. همسایه‌ت دزد نکن. شاید یه جا افتاده. 100 بارم چیز گم شده. حالا ما چیزی نمیگیم. 4 نفر غریبه یهو میان زشت جلو مرتضی. بابا جیب اینو میخوای جیب منم میخوای بگردی دیگه. خیته دیگه. نه داش من کجا گذاشتی دقیقاً؟ داش گوشم رو میز کلا میزه اینقدره. باشه همینجاست دیگه. اگه مرتضی من برداشتم داش. نه همین حرفو من دارم میزنم. میزه وقتی اینقدره و کوش الان دست این بنده خدا نبود من پیش این داش بیا گرمن من برات. نه داش نه یه چه تو یعنی داش این برات تو دیگه برات 400 گرم واسه من مثلا 50 گرمه. نه داش خیته داش دورت زنگ میزنی ما میگی بیا اینجا بشین صحبت کنیم فیلم رو اوکی کنیم طلا رو میذاری تو میری من برا نشم میام برا نشه. میخوام منم بگم نه داش نگاه کن دیگه. چه تو یعنی داش من دورت دیدم داداش. نه اوکی داداش من داش اینطوری نکن من ناراحت میشم. بابا خیته داداش. داش من نوکرتم هست. چه کاری نمی‌کنی آخه؟ بشین داداش بشین. من نه ببخشید. داش محمد بیادبی کجا گذاشتی حالا دقیقاً؟ گذاشتم همینجا داداش. یا همین وردا واسه نه من مال من داش 450 گرمه برای تو 50 گرمه. اما حرفای بدی به آدم میزنی یه موقع. نه منظورم اون نیست یعنی شرمنده آمد تمامش کنیم. اوه تمامش کنیم بس محمد بیا فیلم نامه رو بسیم سلطان بیا داشت یا آقا بخور گرمتم بود هوا. بیا فیلم نامه رو بسیم باش بیادبی میام حالا شاید مثلا جیب پشتتو نگاه کردی محمد. فدا سرت داداش داداش کارای میکنی دیگه. یعنی چی حرفو میزنی؟ خب من دزدم. خب این دزد آخه. دور از ما اشتباه کرد ببخشید آقا. یه لیوان آب همین آخه انسان جایز الخطا میبینی نمیدونم چه ربطی داره داش ما رو دعوت نکن اینجور جاها رو.
میشون ما بریم بابا. فردا ما رو دوز می‌کنی 4 نفر میام این دوزش فلان نداش خیته دیگه. کار زشته به بشین. منم نوکردم. بشین داداش. داداش نمی‌خوام نمید گم. بشین داداش. لیوان خودت هم یادگاری نگه داشته بودیم زدی شکوندی اصلا. مال دنیا اصلا ارزش نداره. اما چی شده؟ محمد خوش اومد. محمد چته؟ اوکی؟ چه هم بشه؟ حالا خوبی؟ آره؟ حالا حالت اوکیه؟ آره؟ محمد محمد همزه آمد داداش چیزه شوخی کردم داداش گروه مخفیه محمد جان رو حضرت تبسی محمد داداش چی شد؟ داداش گروه مخفی حضرت تبسی داداش شوخی کردم ببخشید یا امام حسین من میگم نکن یا امام صد چند محمد داداش حضرت عباسی شوخی بود داداش دوری مقبود ناموسه طلا رو کجا گذاشتی تو مامان بیار خودو آقا من با تو هم لباساشو کم کن آقا من جوراباشو در بیار الو آقا من الو سلام اورژانس من دوستم قلبش گرفته من رفت قطع کن بابا قطع کن بشین بابا بشین حالت خوبه؟ بشین بابا بشین آقا من این کو اینا شیک داشتیم شوخی می‌کردیم دوری مخفی و شوخی و این چیزا ما خودمون خوراکمون مسخره بازی هست داداش قلب درد چیه من خودم این مسخره بازی ها ما اینقدر طلا گذاشتی اینجا بعد میگی نمیدونم چی برداشته یا پرواز کرده یا این برداشته دیگه من مرجع بردارم که یا پروازگری یا این برداشت یعنی این در میداره ولی 2 ساعت مسخره کردی دوربین کجا گذاشتین ناموسن کجا گذاشتین آقا ساپال مسخره بازیای ما به ما نمیخواد بزنیم خودمون به کل ایران میزنیم آقا نشه اینو بخش نکن فکر نمی‌کردم اینطوری بشه ریده بود به خودش آب زمین اورژانس بیاد در کنسل کن اورژانس گوشه زنگ دادی اورژانس آره ترسیدی خدا لعنت چی برای یوتیوب میگیرین کارا رو فکر اونجا قلب به من که نزن لیوان داشت من خودم به همه میزنم این لیوان یادگاری گذاشتم اینجا افتاد پایین باش چرا آقا من فکرم قلب اشکال نداره اشان طلا کو جای اون آروغه ما چی برسه 450 یورو کلا بو بذارم کلا بو بذارم ولی چقدر برگشی چند خریدی فهمیدی قابون صداش داموزه آقا معماریان امروز اومدیم باهاشون شوخی کنیم که واقعا ما رو شوکه کرد دمت گرم محبت کردی تحمل کردی ولی خب شما باید از ما عذرخواهی کنی که ما رو ترسوندی داداش من ترسوندم تو ما رو ترسوندی اول من اول فکر کردم جدی داره فکر کردم این شوخی‌ها زیاد میکنه پس بوردی آره گفتم مغز من سر ولی چقدر بده تا حالا تو همچین شرایطی قرار گرفتی آقا معماری نه واقعا تا حالا خیلی بده که یکی مثلا دوست خطاب کنه آقای معماریان بزرگ مشتی با معرفت قدیمی دوست داشتنی مرسی که امروز تشریف ویدیو ما بودی و من خودم هم میذارم سر مرسی ممنون